سفیر ترکیه در تاجیکستان امیر زکی کاراگیول در یک پاسخ رسمی به سامانه فاکت چک تیجی ایده‌های درباره پشتیبانی پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان از قرقیزستان در مناقشه اخیر مرزیش با تاجیکستان و گویا تاجیکستان را هشدار دادن اردوغان رد کرد. سفیر ترکیه در پاسخش نوشته است که ترکیه در بحث مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان در طرف یکی از این دو کشور ایستادن نمیتواند. ترکیه معتقد است که فقط راه حل صلحانه و با راه‌های دیپلماتی این مسئله امکان پذیر است. روز 3 مای در روزهای اوج بحران بین تاجیکستان و قرقیزستان، اسلام مولتوکماتووا یک فعال اجتماعی از قرقیزستان دبیر کل فورم استقلال چنگیز ایماتوف در صحیفه‌اش در فیسبوک ادعا کرد که رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان به نامه او واکنش نشان داده، نمایندگان سفارت روسیه را به حضور خود خوانده توسط آنها تاجیکستان را هشدار داده است که دیگر در آینده اقدام‌های جنگجویانه‌اش به ضد قرقیزستان را تکرار نکند. این ادعای مولتوکماتووا واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و برخی از کاربران تاجیک اردوغان را برای چنین طرفگیری از یک جانب نزاع به باد شدید انتقاد کشیدند. ولی سفیر ترکیه در دوشنبه امیر زکی کاراگیول که تازه ماه اپریل سال 2021 به این مقام تعیین شده است، در پاسخ خود به سامانه فاکت چک تیجی این ادعاها درباره پشتیبانی پرزیدنت ترکیه از یک طرف مناقشه مرزی را بی اساس نامیده نوشته است که این خبرهای اغواگرانه و تعمیلی با مقصد به هم زدن روابط موجوده دوستانه و برادرانه بین ترکیه و تاجیکستان پهن کرده شدند.